سلام و درود به دوستان عزیز چنل آیدی فکت. در این ویدیو قصد داریم درباره بمب کوبالت صحبت کنیم که یکی از خطرناکترین بمب‌هایی هست که روی زمینه. انسان‌ها از قدیم از سلاح‌هاشون راضی نبودند و همیشه به دنبال ارتقای سلاح‌هاشون بودند تا بقیه ازش بترسن. این واقعیت تا امروز هم ادامه داره و هنوز هم انسان‌ها راضی نشدن. بمب اتم رو که همه میشناسید. وقتی منفجر میشه تومار زندگی در اون منطقه رو میپیچه. تازه از بمب اتم هم قوی‌ترش هست، بمب هیدروژنی که مثل بمب اتم هست که پرتوهای مرگباری داره. فکر میکنید که این بمب هیدروژنی انسانها رو راضی کرده یا اینکه دنبال از این قوی‌تر هم هستن؟ باید بگیم که بله، انسان‌ها دنبال اینن که قوی و قوی‌تر بکنن سلاح‌هاشون رو. یکی از پرقدرت‌های تکنولوژی که هنوز نساختنش بمب کوبالته. در سال 1945 اولین بمب اتم ساخته و آزمایش شد. موفقیتی که در این آزمایش باعث شد که دوتا از این بمب‌ها توی خاک ژاپن فرود بیاد. هیروشیما و ناکازاکی. میدونید بمب اتم چه بلایی سر این دو شهر آورد؟ آمریکایی‌ها بعد از این اتفاق از قدرت تخریبی این بمب راضی نبودند. برای همین در سال 1950 کانسپت بمب کوبالت رو ساختند. فرق بمب کوبالت با بمب اتم این بود که بمب اتم با اورانیوم یا پلاتینیوم ساخته میشه، ولی بمب کوبالت با کوبالت 59 ساخته میشه. اصلا فکر نکنید که بمب کوبالت قدرت بیشتری داره یا تخریب بیشتری به جای میذاره یا آتش سوزی های زیادی ایجاد میکنه. این بمب از این جهت از بمب اتم قوی تر نیست، اما نکته مرگاور اینه که این بمب به شدت پرتوهای رادیواکتیو رو منتشر میکنه. خیلی از محققان به بمب کوبالت میگن dirty bomb، یعنی بمب کثیف. میدونید که بزرگترین بمبی که تست شده بمب تزار هست که 100 مگاتن قدرت داشته. یعنی با بمب تزار میتونی هر شهری رو با خاک یکسان کنی. شهرهای بزرگی مثل لندن و پاریس. اما بمب کوبالت همچنین قدرتی رو نداره. هیچ شهری رو هم با خاک یکسان نمیکنه، اما در یک جایی منفجر میشه. کوبالت 59 رو تبدیل به کوبالت 60 میشه و پرتوهای اون به سرعت پخش میشه. این پرتوهای مرگبار برخلاف پرتوهای بمب اتم که بعد از چند سال پاک میشن اصلا پاک شدنی نیستن. 19 ها سال یا بیشتر میمونن و هر انسانی که در اون منطقه باشه محکوم به مرگ میشه. پاک شدن تشعشعات بمب کوبالت تا حدودی 1 قرن میمونه و اینکه اون تشعشعات هم همونجا نمیمونن و شروع میکنن به حرکت. از اون جایی که منفجر شده شعاع پرتوها بزرگتر و بزرگتر میشه. اگر یک انسان سالم در فضای اطراف این بمب تنفس بکنه بیشتر از 2 هفته نمیتونه زنده بمونه، چون قبل از اینکه سرطان در آن شخص به وجود بیاد مسمومیت رادیواکتیو کارشو میکنه. حالا اون شخص 1 ساعت در این محیط بایستد و تنفس کند، نطفه سرطان در بدنش ایجاد میشه و شروع به رشد کردن میکنه. و اینکه توجه کنید که این بمبیه که توش 9 گرم کوبالت هست. با یک مقداری زیادی از کوبالت میشه دنیا رو تموم کرد. میگن اگر تعدادی بمب درست کنن که 500 تن توش کوبالت 60 باشه دنیا به کلی نابود میشه. همه ساختمون ها، خونه ها سر جاشه، فقط این بمب با موجودات زنده مشکل داره. اون بمب همه رو میکشه، هیچ موجودی زنده نمیمونه، حتی گیاهان هم خشک میشن. میگن که یک موجود زنده میمونه. اون موجود به نظر شما کیه؟ اونی که میتونه با کوبالت مبارزه کنه اینه، سوسک.
در حال حاضر استفاده از کوبالت در وسایل جراحی و ضد عفونی کردن و در بعضی مواقع به درد درمانهای هسته‌ای هم میخوره. طبق اطلاعات این بمب رو هیچ کس نساخته، حتی روسیه که همه جور بمب رو میسازه. تکنولوژی این نه تنها در آمریکا بلکه در بسیاری از کشورها موجوده، اما اطلاعاتی درباره ساختنش نداریم و اینکه انسانها عقل دارن که میدونن ساخت این بمب خیلی خطرناکه و ساختنش درست نیست، ولی بلکه ساختن و نمیگن. ولی ما امیدواریم که هیچ وقت این بمب ها ساخته و آزمایش نشه. ممنونم که تا آخر این ویدیو جذاب رو با ما همراهی کردید. اگر چنل ما رو سابسکرایب ندارید حتما ساب کنید که ویدیوهای جذاب تری منتظر شما هست.